مزاتین لذی جمع مولم یک داده و یک سبو انا مولا و یک خلده. واه سخی جان نام خدا امروز قرشاد است قدر شاد است. واه سخی جان نام خدا امروز قرشاد است قدر شاد است. نه علیه مصادتون فی آمدین ما مددت. سلام سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من از دوران جمهوریت در یوتیوب فعال بودم و فکر می کردم اگر هر نوع ویدیو و یا فیلم را نشر کنم شاید کسی واکنش نشان نده. در ویدیوی نشر شده ما آیات مبارکی قرآن تدوین شده که از همین جهت ما حاضریم تا هر حکمی که محکمه بالای ما صادر کند بپذیریم. ما از طریق کانال یوتیوب خود برای ترویج فحشا و مبتذلین کار میکردیم و نظام جمهوری از ما حمایت میکرد. میخواستم فرهنگ و ارزش‌های بیگانه ها را در افغانستان پیاده کنم. از آن بابت نیز از امارات اسلامی معذرت میخوایم. درباره غلام سخی باید بگوییم که سیستم عصبیش درست کار نمیکرد و دچار مشکل است. من به خاطر بازاریابی و رونق گرفتن کارم از او استفاده کردم تا بیننده ها و مخاطبینم بیشتر شود. من از تمام ملت مسلمان مؤمن و مجاهد افغانستان، علمای کرام، حکومت امارات اسلامی معذرت میخوایم. من به گونه قصدی و عمدی هرگز چنین اقدام حساسیت برانگیز را انجام نخواهم داد. پیام من در اخیر برای تمام یوتیوبران و جوانان فعال در رسانه‌ها این است که از توهین بر ارزش‌ها و مقدسات اسلامی جدا خودداری نمایید، به خاطر که حالا یک نظام کامل اسلامی حاکم است و به کسی اجازه چنین عمل را هرگز نمیدهد. اولا از خداوند متعال، بعد از مسئولین امارات اسلامی و در اخیر از همه مسلمانان جهان به خصوص افغانستان معذرت می‌خوایم.